گانشون کسانی که واقعا انسانهای فرهیخته، مسئولیت پذیر، مفید، پاک، دلسوز، خیرخواه که تحول آفرین بودن، این خیلی خوبه. ولی این که ما هیچ کاری نکنیم، فقط تعریف اونا بکنیم، خیلی بده. همش داریم در جا میزنیم با وجود که تعریف بزرگانمون هم میکنیم. خب کی خودمون میخوایم عوض بشیم؟ بالاخره این رنسانس لازمه، این تحول لازمه. متفکرین ما نترسن اگه یه چیز جدیدی، نوی، اندیشی، ایدی، ابتکاری، خلاقیتی داشتن بگن، مطرح بکنن. یه جایی در قرآن چه یه سندی براش پیدا میکنن. نترسید، بگید ایده هاتونو، کسی تکفیرتون نمیکنه. شما میدونید تعریف ایمان چیه؟ ایمان یعنی زیبایی دیدن. کسی که نمیتونه زیبایی ببینه ایمانش کامل نیست. ایمان یعنی زیبایی دیدن. علمای زیادی کتاب ها نوشتن درباره جلوه های هنری در قرآن. جلوه های هنری در قرآن. بالای 30% قرآن درباره طبیعته. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. زیبا آفرین باشیم. نقاشی های قشنگ بکشیم. من تو عرصه جمعی رمکانم گفتم این دنیا میدانی است در اختیار ما گذاشتن که نقاشی های زیبا بکشیم، تابلوهای زیبا بیافرینیم. رفتار و کردار ما و شما هر کدوم یه نقاشی زیباست. ایده های زیبای ما و شما، افکار زیبای ما و شما، محبت های زیبای ما و شما، تعامل زیبای ما و شما، تابلوهای زیبا بکشیم. نقاشی زیبا مذهبش بین المللی جهانیه. کمی علما خودشون آپدیت بکنن، به روز بکنن، لوکس بکنن. خدا لبخند تو لب گذاشته که لبخند بزنیم. بعضی فکر میکنن تا شیخ شدن باید اخم بکنن که این هیبت عالمه. کی گفته این هیبت عالمه؟ حضرت علی لبخند میزد ولی کسی جرئت نمیکرد چه؟ هیچ ظالمی درش طمع نمیکرد، لبخندم میزد. پس این ذهن باید حرکت بکنه تا مجهولات زندگیمون رو کشف بکنیم. کسی دیگه کشف نمیکنه غیر از خودمون. پیشنهاد خیلی خوب بود آقای دکتر دادن. مرکز قرآنی، هنری، فرهنگی، پژوهشی، این قسمت. تا کی میخوایم قرآن رو فقط برای ثواب بخونیم؟ من نمیگم از زمانی که مسلمان ها فقط قرآن رو برای ثواب خوندن بدبخت شدن، ولی قرآن رو برای ثواب تنها یک حرف 10 حسنه گیرت بیاد، منهای توجه به عمل، به استخراج اون همه معانی زیبا از قرآن، دریافت اون پیام‌های زیبا از قرآن. واقعا آدم درجا میزنه با قرآن خوندن. علما میگن، اونایی که یک کمی جرأتشون بیشتره، میگن مسلمانی که فقط تسبیح دستشه، فقط تلاوت میکنه، خودش هم نمیفهمه چی میخونه و مشغول ذکر تو مسجد نشسته، فقط نماز میخونه، روزی میگیره، این مسلمان ضعیف و تنبلیه. هیچ هنری دیگه نداره. نه هنر مدیریت، نمیتونه یه کارخونه تأسیس بکنه، نمیتونه اشتغال ایجاد بکنه، یه مرکز پژوهشی، فرهنگی، قرآنی، یه باشگاه ورزشی.
یک اداره، یک کتابخانه، یک آموزشگاهی، هیچ فقط نماز بخونه، روزه بگیره. یه وقتی وارد مسجد شدم، یه نفر صحبت میکرد، میگفت خداوند به ما گفته نماز بخونید، ما بندگان ویژه خدا هستیم، روزه بگیرید، و کفار و نوکر ما خلق کرده. اونها هواپیما درست بکنن، ما نماز بخونیم. اونا نوکر ما. ماشین درست بکنن، کامپیوتر درست بکنن، موبایل درست بکنن، این وسایل درست بکنن، کولر و چیزهای دیگه، ما فقط چه نماز بخونیم. یعنی فکر تعطیل. خیلی خطرناکه این نگاه به جامعه تزریق بشه، در صورتی که اولین کسی که فکره پرواز کردن و مطرح کرد در دنیا شیخ عباس فرناس اندلسی بود. برای اولین بار گفت انسان میتونه پرواز بکنه. حالا نمیدونم 200 سال میشه یا نمیشه که برادران ویلبر رایت آلمانی آمدن چه اون فکره‌ای که شیخ عباس فرناس اندلسی در اون زمان مطرح کرد و چند بار از روی تپه بلندی بالهای مصنوعی درست کرد، پرید. قرآن رو ورق بزنین، یک آیه در قرآن، این آیه رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والخیل، خیل که میدونید است، والبغال والحمیر، این ستا. خداوند گفته دنباله آیه که هدف از ایجاد این ستا، اسب و قاطر و حمیر، الاغ، چارپایان کلن، هدف از خلقتشون دو چیزه، لترکبوها و زینه، برای نقل و انتقال و زینت، زیباییه. تا اینجا مال زمان صحابه است، تا اینجا برای 1400 سال پیشه، برای 1000 سال پیشه. اما دنباله آیه چیه؟ و یخلق ما لا تعلمون. فعل مضارع است. مضارع دلالت بر حال، آینده و استمراریت میده. و در آینده وسایل نقلیه خداوند چه عوض میکنه غیر از اینی که شما الان مرسومه در زمان شما 1420 خورده سال پیش. صحابه حتی سوال نکردن اون وسایل نقلیه که 2000 سال بعد درست میشه چیه، چون در زمانشون نبود. سوالی که منجر به یک عمل نشه بیهوده میدونستن. از سوالای بنی اسرائیلی هست، عصای حضرت موسی از چه درختی بوده؟ گندم، اون درختی که ممنوعی که خورده گندم بوده، سیب بوده، هر کسی یه چیزی میگه، خدا نگفته، گفته درخت ممنوعه. سگ اصحاب کهف رنگش چه رنگی بوده؟ 2 رنگ بوده، 3 رنگ بوده، 4 رنگ بوده. سوالی که منجر به عملی نشه در اسلام سوالی بیهوده است. اسلام دین عملگراییه، دین تلاشه، دین عمله. فقط سوال نه، فقط اطلاعات عمومی اضافه کنه نه، هرچند که زیباست. و یخلق ما لا تعلمون. بعد میگه و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. ما آسمان رو با دست قدرتمند خودمون بنا کردیم و در حال توسعه هست. ما هر روز آسمان رو توسعه میدیم، کهکشان‌ها رو توسعه میدیم. انسان بی نهایت ظرفیته، ولی قرآن رو فقط برای ثواب میخونه. خیلی خوبه، هر 7 10 حسنه، اشکال نداره. یک حسنه حقته، 9 تاش فضل خداست، هدیه است. ولی جالب اینجاست که آمده تو بحث انفاق تنها چیزی که 1 به 700 و بالاتر از 700 خدا میده فقط انفاقه. سبحان الله. تو نماز میخونی برای خودته، تو روزه میگیری برای خودته، حج میری برای خودته. به تو میگن حاجی. تو حج رفته چی گیر من آمده؟ چی گیر جامعه آمده؟ تو نماز خوندی درسته برای خودته. تلاوت میکنی برای خودته، روزه پنجشنبه نفل میگیرید. ولی چقدر مفید بودید برای جامعه. اینجاست که خداوند میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. مثال محسوس میزنه برای چه؟ تقریب ذهنی، برای که
معنا رو برسونه. مثل کسی که انفاق میکنه در راه خدا، مثل یک انفاق که مثلا حبته، مثل یک دانه گندمه، یک دانه هست، یه بذریه، میکارید 7 سنبل میزنه، هر سنبول 100 حبه، سبحان الله. یک دانه گندم 7 سنبل میزنه، هر سنبولی 100 دونه میشه 700 دونه. این برای افراد عادیه، اما برای بندگان ویژه خدا گفته والله یضاعف لمن یشاء. بعضی از بندگان خدا که دلشون خیلی بزرگه، خدا دیگه با عدد و ارقام با اونها برخورد نمیکنه. دیگه سنگم تو کوچه بهش برخورد بکنی گنجی زیرشه. دیگه به گفته خواجه انصار میگه قبلا میترسیدم که منو شکنجه بکنید، از عذابت میترسیدم، الان از بخششت میترسم که منو فریب بدید، با این همه در باز کردید. انا فتحنا لك فتحا مبینا. این انا فتحنا همش فتح مکی نیست، این گشایشی است که خداوند چه برای بندگانش ایجاد میکنه تو زندگی. دلتون رو صاف بکنید، خالص بکنید. من اون شبم گفتم انسان باید مثل باران باشه، وقتی میباره بر سقف کلیسا بباره، بر سقف مسجد بباره، بر سقف فاسق بباره. انسان‌های مبارک اینطوری هستند، محبتشون خاص نیست، خدماتشون خاص نیست. این خاص بودن خیلی خطرناکه. سلاممون خاصه، به افراد خاص سلام میکنیم، تعامل زیبامون با افراد خاصه. همه از کرامت انسانی برخوردارن، اما تفاوت‌ها همونطوری که دکتر گفت وجود داره. تفاوت اصلا هیچ مانعی نداره که وجود داشته باشه، ولی کرامت که یکیست. اون کرامتی که حاکم داره رفتگر هم داره، یه فرد عادی هم داره، اون سیاه‌پوست هم داره.